درود و سلام بینندگان ارجمند یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت و هموطنان عزیز. امروز بازم یکی از برنامه‌های ما پیش‌روی شما و در برنامه نوبتی بسیار یک مهمان عزیز و ارجمند داریم. سفیر فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران استاد نظام الدین زاهدی. استاد ارجمند به استودیوی ما خوش آمدید. تشکر برای دعوت به استودیو و تشکر برای برگزاری این صحبت. سلام باشید. استاد ارجمند در دوام 5 سال اخیر در رابطه با معرفی تاجیکستان و ملت تاجیک در ایران چیکارها به ثبوت رسیدند و در این راستا نقش و جایگاه سفارت تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران چگونه هست و از بین برده شدنی روادید چه ثمره های نیکی را به بار آورد؟ خواهش میکنم. سلامت باشید. تشکر برای این سوال هایتان. من همین نکته رو میخوام تاکید کنم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشور محسوب می شود که استقلال جمهوری تاجیکستان را پذیرفت و اولین کشور محسوب می شود که سفارت خودش را در تاجیکستان در شهر دوشنبه افتتاح نمود و جمهوری تاجیکستان نیز به جمهوری اسلامی ایران در طول تمام سالهای استقرار روابط دیپلماتی مناسبت خوب داشت. ایران از کشورهای محسوب می شود که ما در سیاست خارجی خود ما به اون اولویت قائل هستیم. این چیز از همون سال 1993 از زمانی که رئیس شورای عالی اون وقت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان 5 حوزه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را تعیین کردند و یکی از حوزه های مهم و اول این حوزه فارسی زبانان با محوریت جمهوری اسلامی ایران بود. از اون زمان همکاری های ما آغاز یافته است و امروز هم جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی تاجیکستان مقام ویژه را کسب کرده است. در طول 33 سال روابط دیپلماتی همکاری های ما در همه سمت ها، هم سمت سیاست، هم سمت تجارت و اقتصاد، هم در سمت فرهنگ، هم در سمت همکاری در مبارزه با تهدیدهای امنیتی ادامه پیدا کرده است. البته من یک نکته رو میخوام تاکید کنم که همکاری های ما در طول این سالها شیب و فرازهای هم داشتند، ولی خط اصلی همکاری های ما پیوسته تمایل به رشد داشت، تمایل به توسعه داشت. در طول این سالها سفرهای خیلی زیاد از جانب رهبران دو کشور به کشورهای همدیگر صورت گرفت. من میخوام چند آمار رو اینجا ذکر کنم به خاطر تایید اون مطلب هایی که ما مطرح میکنیم. در طول 33 سال همکاری دو کشور، در طول 33 سال روابط دیپلماتی میان دو کشور، پرزیدنت کشور ما 22 سفر رسمی و کاری به جمهوری اسلامی ایران داشتند. پرزیدنتان جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها 18 سفر کاری و رسمی به جمهوری تاجیکستان داشتند. ببینید اگر هر دوی این شما رقم را به هم ضم کنیم بعضا همینطور می شود که در یک سال 2 و حتی 3 سفری رهبران دو کشور به کشورهای همدیگر داشتیم و بجز این در حاشیه
اجلاس‌های بین المللی رؤسای دو کشور پیوسته با هم ملاقات‌ها داشتند. یعنی در طول 33 سال گذشته مکالمه سازنده سیاسی میان رهبران دو کشور پیوسته رو به رشد و توسعه بوده است و فکر میکنم این یک حالت طبیعی مناسبت های دو کشور همزبان و همفرهنگ هست. این که مسلم است، این همه میدانند، نه تنها ما کشورهای تاجیکستان و ایران بلکه در تمام جهان اعتراف میکنند که مشترکات زیاد تاریخی، فرهنگی، زبانی تاجیکستان و ایران را به هم پیوستند. این از گذشته خیلی دور آغاز می‌یابد. این مشترکات با تلاش‌های نیاکان گذشته ما به وجود آمده اند و در مسیر تاریخ راه خود را ادامه دادند و امروز به ما وارثان نیاگان بزرگوار ما، نیاگان شرافتمند ما رسیدند و امروز وظیفه ما است که این مشترکات را ادامه دهیم در این جهان پرتحول. خب تعداد درباره مکالمه سازنده سیاسی میان رهبران دو کشور گفتیم. خاص من میخوام با 5-6 سال آخر که خودم به واسطه شاهد تحولات در همکاری های ما هستیم به اون اشاره کنم. در طول 5-6 سال آخر تحولات خیلی چشمگیر بود. ما از سال پس از به انجام رسیدن همون بیماری کرونا ویروس از سال 21 تا سال 25 همه ساله سفرهای رهبران دو کشور را به کشورهای همدیگر داریم. شما آگاه هستید سال 2021 سفر نخستین پرزیدنت اون وقته جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان صورت گرفت که ضمن آن هم توافق‌های خیلی خوب به دست آمد و هم یک بسته مهم سندهای دو جانبه به امضا رسیدند. سال 22 سفر پیشوای ملت تاجیک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان به تهران صورت گرفت که این هم یک مرحله جدید در مناسبت‌های دو کشور باز نمود. سال بعدی سال 2023 سفر جوابی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی 7-8 نوامبر سال 2023 به تاجیکستان صورت گرفت که این نه تنها ادامه مکالمه سازنده سیاسی بود بلکه در همه سمت‌های همکاری‌های دو جانبه ما گام‌های موفق، گام‌های استوار به پیش گذاشتیم. سال 24 اگر را به نظر بگیریم آغاز سال 2024 با سفر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام علی به تهران صورت گرفت که سفر خیلی موفق بود. بجز از گفتگوها با رئیس پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران آقای رئیسی، همچنین ملاقات با رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران آقای محمد باقر قالیباف با رئیس شهر تهران برگزار شد و توافق‌های خیلی مهم هم در تقویت همکاری‌های بین پارلمانی و هم در تقویت همکاری‌ها میان برادر شهرهای دوشنبه و تهران صورت گرفت. در دوام سال 2024 پیشوای ملت ما 2 دفعه به ایران سفر کاری انجام دادند. این 22 می شما آگاه هستید بعد اون سانحه چرخبال رئیس جمهور شهید ایران آقای سید ابراهیم رئیسی روز 22 می
مراسم ودا با رئیسی و همراهان ایشان بود که پرزیدنت کشور ما شخصا تشریف آوردند و در این مراسم ودا شرکت ورزیدند. پس از این 30 ایول در مراسم سوگند کنی پرزیدنت تازه انتخاب جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان نیز شرکت ورزیدند و این دو سفر کاری که در طول 50-60 روز صورت گرفت از جانب مردم ایران خیلی استقبال گرم پیدا کرد، نه وابسته به اون که با سبب‌ها یا عامل‌های تشریف پرزیدنت تاجیکستان چی بود. یکمش مراسم ودا بود، دومش مراسم تحلیف یا سوگند کنی بود، ولی خود اون دلیل که پرزیدنت تاجیکستان 2 دفعه شخصا خودشان در هر دوی این مراسم شرکت ورزیدند باعث افزودن آبرو و مقام پرزیدنت تاجیکستان پیشوای ملت تاجیک میان ایرانیان گردید. اصلا بگویم خارج از این سوال پرزیدنت کشور ما در ایران میان اهل علم، ادب، فرهنگ، میان مردم، میان اهل سیاست از محبوبیت ویژه برخوردار هستند. من که اونجا هستم و پیوسته با اهل سیاست و علم و ادب و فرهنگ سر و کار دارم، در هر یک از واخوری ها ما حتما سخن درباره ابتکارات پیشوای ملت تاجیک، درباره ابتکار هم در ساحه مسئله های گلوبالی جهانی امروز و هم در ساحه خاصتا در ساحه فرهنگ و ادب بزرگداشت میراث مشترکی ما می رود. من با افتخار از دوستان می شنوم که پرزیدنت کشور ما امروز حامی راستین زبان و فرهنگ مشترک دو کشور هستند. در این شرایط هم من افتخار میکنم و با الهام از این مناسبت اونها با پیشوای ملت ما و با الهام از محبوبیت پیشوای ملت ما در جمهوری اسلامی ایران راهی کار ما هم سهل و هموار می شود. بنابراین چی کرد؟ این در سمت سیاست من اشاره کردم. در 5 سال آخر مثلا در سمت روادید من اینم میگویم در مسئله اصلا بگیرید لغو روادید چی معنی دارد؟ لغو روادید معنی اون را دارد که کشورها به همدیگر اعتماد کامل دارند. یعنی وقتی که با ابتکار پیشوای ملت ما لغو روادید صورت گرفت و از این دوستان ایرانی ما نیز استقبال کردند. البته زمینه هایش موجود بود، همون مشترکات فرهنگی، تاریخی، زبانی ما، همون منفعت های عمومی هست که دو کشور را به هم می پیوندد بله و همون قرابتی که میان دو کشور و دو ملت هست. بار اول در تاریخ مناسبت های تاجیکستان و ایران سال گذشته، سال 2024 پس از آنکه پرزیدنت کشور ما به ایران تشریف بردند، سفر دومشان در همون سفر دوم کاری که اشتراکشان در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان بود که بعد اون این لغو روادید اجرایی گردید. البته به چند مرحله دوستان ایرانی اینا چه کردن؟ تقسیم کردن. در مرحله اول میان تهران و دوشنبه پروازها از لغو روادید برخوردار گردیدند و الان در سفری که جناب آقای پزشکیان اخیراً بود و ما در این باره سخن هم میگوییم، در این سفر از هر دو جانب اعلام گردید که الان لغو روادید و مرحله دوم وارد شد و تمام سفرهایی که از مسیر هوایی میان دو کشور صورت میگیرد نیاز به روادید ندارد. تا 30 روز
تا 30 روز. و من فکر میکنم این یک تکان بسیار بزرگ برای رفت و آمد بیشتر میان دو ملت دو کشور می باشد و حتما تبعاتش یا مثلا پیامدهایش در شکل افزودن مثلا گردشگری یا سیاحی میان دو کشور حتما ظاهر خواهد شد. استاد ارجمند، سفر مسعود پزشکیان پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران با محفل و بازدید و اشتراک اهل ادب و علمی ایران آغاز شد و پیش از آمدن مسعود پزشکیان یک گروه عالمان، شاعران، روزنامه‌نگاران بسیار نامور ایران آمده در کتابخانه ملی، در اکادمی ملی علم ها با همتایان تاجیکشان، با عالمان و شاعران تاجیک واخوری کردند، محفل کردند و این خیلی خوشایند هم بود. یعنی پیش از پیداست که این فال نیک به آن اشاره میکرد که از همه چیزی مهمترینه که ما را به هم میپیوندد فرهنگ است. من خواهش میکردم که در این زمینه چند نکته رو تذکر میدادید که در رابطه به معرفی تاجیکستان، در رابطه به معرفی خود این ملت تاجیک که یکی از ملت‌های متمدن آسیای مرکزی است، در ایران چه کارها صورت گرفت و کدام محفل و چاره‌بینی ها برگزار گردیدند و چه رساله و اثرها و کتاب‌ها چاپ شدند. سلامت باشید. بیاید در پاسخ به این سوال من از اون آغاز کنم، شروع کنم که خودی همین سفرهایی که برگزار گردیدند یک فرصت بسیار مهم برای معرفی دو کشور به همدیگر است. وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان یا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به ایران تشریف میبرند، تمام مردم ایران متوجه میشوند هم به شخصیت رئیس جمهوری ما، پرزیدنت ما و هم به تاجیکستان که رهبر اون کشور به ایران تشریف آورده است. بنابراین این یکی از فرصت‌های بسیار مهم محسوب می شود و اون سفرهایی که من گفتم یک وسیله یا عامل معرفی تاجیکستان در ایران است. خب بجز این نقش برنامه‌های فرهنگی نیز خیلی مهم است. ما در طول همین 3 سال اخیر، سال 21 ما هفته فرهنگی تاجیکستان رو در ایران برگزار کردیم، در 3 شهر، هم در تهران، هم در تبریز که سببش معلوم است برای چی در تبریز اونجا کمال خوجنده آرمیده است، و هم در شیراز هم سببش معلوم است که مکه فرهنگی فارسی زبانان است شیراز. اون روزهای فرهنگی بسیار استقبال تمام پیدا کرد از جانب مردم ایران و با موفقیت انجام یافت. مردم ایران با چشم سر با ادب، علم، فرهنگ، موسیقی و هنر تاجیکستان آشنا گردیدند. آشنایی داشتند ولی باز آشناییشون بیشتر شد، تقویت بیشتر پیدا کرد. بعد این دوستان ایرانی ما روزهای فرهنگ ایران رو در تاجیکستان، اونها هم در 3 شهر ما، در دوشنبه، در کولاب و در خوجند برگزار کردند و این چاره‌بینی ها نه تنها یک چاره‌بینی فرهنگی بلکه به مرحله بالاتر برآمدن روابط فرهنگی میان دو کشور همین گونه تلقی می شود، همین گونه معنی دارد و مهم اون است که ما تصمیم گرفتیم که برگزاری روزهای فرهنگی یا هفته‌های فرهنگی رو در هر 2 سال یک بار چی کنیم و این سال توافق ما بر این است که روزهای فرهنگی تاجیکستان باز در ایران برگزار می شود. هفته فرهنگی. بجز هفته های فرهنگی ما روزهای الهیده، روزهای جداگانه فرهنگی تاجیکستان را در ایران و ایران را در تاجیکستان برگزار می کنیم. همین در ماه فوریه همین گونه یک چاره‌بینی، همین گونه یک برنامه فرهنگی در نظر است که ما اون رو در تهران برگزار میکنیم.
خب این خیلی مهم است. اما در کنار این باز چاره‌بینی های زیادی دیگر رو ما داریم. مثلا هر کتابی که از محصول قلم شاعران، نویسندگان، عالمان، دانشمندان تاجیک است در ایران به چاپ میرسد، اون حتما رونمایی میگردد و رونمایی سخن تنها درباره اون کتاب نمی رود، سخن درباره علم، ادب و فرهنگ کشوری که شاعر یا نویسنده محصول و زایده اون کشور است، محیط فرهنگی، محیط علمی، محیط ادبی اون کشور است، سخن درباره این می رود. بنابراین در طول 33 سال استقلال تاجیکستان آثار زیاد شاعران و عالمان و نویسندگان و ادیبان ما به نشر رسیده است. من یک نکته رو میخوام تاکید کنم، در ایران بیشتر شعر ما مطرح است. تخمینا 65% شاعران امروزه ما حتما کتاب‌هایشان به طور جداگانه در ایران به نشر رسیده است. همچنین چند مجموعه اشعار معاصر تاجیکستان یا تذکیره شعرای تاجیکستان یا حتی تذکیره ادبیات کودکان تاجیکستان در ایران به نشر رسیده است. بنابراین این هم یک وسیله، یک گام برای معرفی تاجیکستان و فرهنگ معاصر اون است. از لحاظ من درباره نظم گفتم، از لحاظ معرفی گردیدن نثر کمی ما باید کاری بیشتر و تلاش بیشتر کنیم. مثلا آثار منصور بنیانگذار ادبیات معاصر تاجیکستان استاد عینی 90% در ایران به نشر رسیده است. هم یادداشت‌ها، هم غلامان، هم داخونده، خوب و آثار ادبیات شناسی استاد عینی، خوب اینها جلادان بخارا، آدینه، اینها آدینه جزءاً و نشر رسیده است. من اون چیزهایی که به طور کامل به چاپ رسیده است اونها رو در نظر دارم. از نثر نویسان دیگری ما آثار ساتیم اولوغزاده، روایت سغدی، فردوسی، اینها به نشر رسیده است. از نویسندگان دیگری ما آثار استاد هادیزاده به نشر رسیده است. خب عبدالحمید صمدوف آثار این کس به نشر رسیده است. بهمنیار آثار بهمنیار به نشر رسیده است. اما در به طور کل نثر امروزه ما به طوری که باید و شاید معرفی نگردیده است و ما باید در این سمت تلاش بیشتر باید به خرج دهیم. خب پیشنهاد من این است که مثلا ما یک شورای مشترک ادبی داشته باشیم. امروز بعضا کتاب‌های چاپ می شود از ادیبان تاجیکستان در ایران که مثلا اون چیز محصول کوشش های فردی این یا آن ادیب یا نویسنده است. این کار باید شکل منظم و مرتب را باید بگیرد. یک شورای مشترک باشد که اونها پیشنهاد کنند که بهترین آثار ادیبان و نویسندگان تاجیکستان در خوانندگان ایرانی پیشنهاد شود و همین شورا مثلا بهترین آثار نویسندگان شاعران ایران را برای چاپ و معرفی در تاجیکستان انتخاب کند. اینها هم وسیله های معرفی کارهای زیادی دیگر را هم قسما انجام یافته است و هم باید انجام دهیم. مثلا در ساحه سینما ما نابغگان خیلی زیادی داریم که درباره همه اونها ما میتوانیم نه تنها یک فیلم بلکه سلسله فیلم ها رو بگیریم. خدا رو شکر که چند فیلم مشترک ایجاد شده است و این باعث
افتخار و نمونه همکاری سینماگران دو کشور است. همین بعد چند ماه آینده نیست، بعد چند ماه آینده یک فیلم مشترکی جدید سینماگران تاجیکستان و ایران معرفی میشد. من قبلا این نمیخواهم با جزئیات این مسئله رو چی کنم. این خود هنرمندانی که در این کار دست دارند و حق کامل دارند که اونها این چیز پیشنهاد کنند. در ساحه تئاتر یا در ساحه مثلا موسیقی کارهای زیادی رو کردن ممکن است و این نه تنها برای نیاز موسیقی یا نیاز فرهنگی دو جانب را مثلا چی کردن برآورده گردانیدن، بلکه برای آشنایی بیشتر دو ملت و دو کشور خدمت خواهد کرد. استاد عزیز، در مورد چاپ کتابی زبان ملت هستی ملت که به قلم سرور دولت محترم ایمالی رحمان داخل دارد چند حرف میگفتید و به فکرم در 2 جلد 2 کتاب علایده با قسم های 1 و 2 به خط پارسی چاپ شد و همزمان بعد از اون که سرور دولت اعلان کردند که شاهنامه در زودترین فرصت چاپ بشود و خانه به خانه تقسیم گردد، نه تنها مردم تاجیک یعنی تاجیکستان بلکه مردم ایران و حتی ایرانیانی که در خارج کشور به سر میبرند خیلی یک استقبال گرم کردند و شادمانیشان ما از شبکه‌های اجتماعی پیگیری میکردیم که حتی پژوهشگراشون خیلی هماوازی گرم داشتند و از خودتون پرسیده بودم که ما از اینترنت پیگیری میکنیم، شما اونجا هستید، چاپ اون کتاب، معرفی آن و مسئله چاپ شاهنامه چگونه استقبال گرم داشت اونجا؟ تشکر برای سوالتان. واقعا من به این مسئله روی آوردنی بودم. در صدر کتاب هایی که در طول 7-8 سال آخر در ایران به چاپ رسید کتاب های پیشوای ملت ما قرار دارند. مثلا قبلا تاجیکان در مسیر تاریخ کتاب جناب پیشوای ملت جناب عالی امام علی رحمان به نشر رسیده بود و الان از کتاب های بسیار نادر و کمیاب در ایران محسوب می شود. خب در طول 5-6 سال آخر 2 کتاب پیشوای ملت، یکی همون 2 زبان ملت هستی ملت جلد اول و جلد دوم با نام زمان و زبان به نشر رسید و این چیز مورد استقبال اهل علم و ادب و خوانندگان ایرانی قرار گرفت. سال جلد اولش رونماییش با حضور اهل علم و ادب ایران با حضور هیئت دیپلماتی مقیم ایران رونمایی گردید و واکنش مطبوعاتی خیلی گسترده پیدا کرد. اونجا رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حداد عادل سخنرانی کردند و اون کس یک سرسخنم به این کتاب نوشته بودند. همچنین نمایندگان وزارت امور خارجه و فرهیختگان ایرانی در این رونمایی شرکت کردند و از زحمات رئیس جمهوری تاجیکستان پرزیدنت تاجیکستان تقدیر کردند که این گونه یک کتاب را به خوانندگان پیشنهاد کردند. تقدیرشون نه تنها از اون بود که این کتاب همین گونه کتاب چی کرد، مهم باز اون هم بود که رئیس جمهور یا پرزیدنت کشور به مسئله های فرهنگ این گونه برخورد میکند، این گونه مناسبت دارد. این چیز برای بسیار کشورها از جمله برای دوستان ایرانی ما هم آموزنده بود که رئیس جمهور پرزیدنت در این سطح با مسئله زبان که واقعا هم هستی ملت است روی آورده است و این گونه کتاب ارزشمند را تألیف و به نشر رسانیده است. کتاب دوم سال 2023 در عرفه نوروز معرفی گردید
هر دو این کتاب با تلاش سفارت چی کرد و مورد استقبال گرمی خوانندگان ایرانی قرار گرفت. خب کتاب های دیگری که در ایران مثلا سر و صدای بسیار به وجود آوردن، استقبال گرم پیدا کردن، مثلا کتاب تاجیکان باباجان غفوروف است که اون خیلی پیشتر به نشر رسیده بود و اون کتاب هم امروز از کتاب های نادر است و بعدا این کتاب باباجان غفوروف در شکل مختصر بار دوم در ایران به چاپ رسید. خب اون ابتکارات فرهنگی که از جانب پیشوای ملت صورت گرفتند با نظر داشت مشترک بودن تاریخ ما، مشترک بودن میراث علمی ادبی فرهنگی ما در ایران واکنش حتما با واکنش بسیار گسترده مواجه می شود. همین چیزی که شما اینجا یادآور شدید، ابتکار پیشوای ملت در مورد چاپ و توزیع یا تقسیم شاهنامه یا اهدای شاهنامه به هر یک خاندان، این چی گویم در ایران مثلا یک مردم فرهنگی رو تکان داد. در ایران با شاهنامه افتخار میکنند، با شاهنامه افتخار میکنند، با فردوسی رو از بزرگترین شاعرای جهان می حسابند. ولی به نظر من که شاید نظر قاصر داشته باشم، اما سالهای اخیر افتخار از شاهنامه با داشتن شاهنامه با تحقیق شاهنامه محدود بود. اون ابتکاراتی که در تاجیکستان از جانب پیشوای ملت صورت گرفت، یعنی شاهنامه را به هر محفل، به هر گروه، یعنی به محیط فرهنگی کشیدن و شاهنامه را جزء فرهنگ معنوی گردانیدن، به نظرم این چیز کمتر ما مثلا مواجه می شدیم. این چیز بنابراین یک تکانی در ایران هم به وجود آورد و دوستان ایرانی ما هم به شاهنامه روی آوردند به اون معنی که شاهنامه رو تلاش میکنند مثل تاجیکستان جزئی فرهنگی همه روزه خود قرار دهند. اینش خیلی مهم بود و مردم ایران هم شاهنامه خوان شدند. من این معنای اون رو ندارد که من مثلا اون کارهایی که در تحقیق شاهنامه، در نشر شاهنامه، در معرفی شاهنامه دوستان ما کردن من اونا کم میگیرم. نه، برعکس کارهای خیلی بزرگی رو در ایران در مورد تحقیق و نشر و آموزش و معرفی شاهنامه و خداوندگار اون انجام دادند. اما امروز شاهنامه خوانی هم اونجا وسعت پیدا کرده است. اصلا دوستان ایرانی ما یک صنعت دارن، صنعت نقالی میگویند. صنعت نقالی بر محوریت شاهنامه صورت میگیرد. بیشتر شاهنامه را نقالان میخوانند. بنابراین اون ابتکاری که پرزیدنت کشور ما کردند مهم هم برای ما و هم برای عالم فارسی زبانان، از جمله برای جمهوری اسلامی ایران است. این را دوستان ایرانی ما هم اعتراف کردند و مهم اون است که در معرفی شاهنامه دو کشور تلاش های گسترده را انجام می دهند. استاد عزیز، ما خبر داریم که علی دهباشی یک تن از دوستان ملت تاجیک در توسط ماهنامه سمرقند برای معرفی آثار ادیبان تاجیک و حتی بعضی از مقاله های عالمان ما در اون ماهنامه که به تمام جهان تقسیم می شود، هم به طور الکترونی و هم چاپی، خیلی کوشش های نیک و خجسته کردند و همزمان محسن فرحبر یک تن از جوانان پژوهشگران جوان هم برای برگردانی آثار استاد عینی، نامه های استاد عینی با استاد لاهوتی و چندین چاره‌بینی های مثل شب تاجیکستان اینها فعالند. بگویید که
ҳамин ҳоло барои хонандагони мо ки аслан бо хати кириллӣ сару кор доранд, бо хати кириллӣ мехонанд, баргардони кадом китобҳое ки дар бораи тоҷикҳо эрониҳо карданд муҳим аст? хуб, дар Эрон хосатан солҳои охир вақте ки рафту омад афзоиш пайдо кард ва чандин чорабинӣ ки дар соли гузашта ва парир сол баргузор гардид, ҳамон ҷуғрофияҳои таърихӣ ва фарҳангии шоҳнома ки донишмандони хеле зиёд аз Эрон ташриф оварданд, унҳо қисме аз донишмандон баргаштанд ва сафарномаи худро эҷод карданд. дар ин замина масалан танҳо дар соли гузашта 3 сафарномаи Тоҷикистон ба нашр расид. хуб, инҳо ҳам муҳим ҳастанд ки кишварамонро мо аз диди эрониҳо як бор назар кунем. Инам муҳим аст. Аммо ба ҷуз ин боз корҳои хеле хубам ба анҷом расонидаанд. Масалан ман пешниҳодам ин аст ки яке аз маъруфтарин донишмандони эронӣ оғои Муҳаммад Ҷаъфари Ёҳақӣ ки аз тоҷикдӯстони асилам ҳастанд ва чандин бор ба Тоҷикистон ташриф оварданд, сафарномаи бисёр муфассале навиштаанд. Уна мо метавонем чӣ кунем ва ин гуна сафарномаҳо зиёд ҳастанд. Ин китобҳо аз нигоҳи он ки эрониён ё Тоҷикистон аз назари эрониён чӣ гуна ҷилва мекунад, барои ин муҳим аст. Корҳо зиёд ҳастанд. Баъдан қабл аз инҳо ҳам донишмандони маъруф шуруъ аз Саид Нафисӣ мақолаҳои зиёд доранд. ё масалан Алиасғари Ҳикмат ки дар вақташ омада буданд, оғои Деҳхудо Деҳбошӣ, оғои Деҳбошӣ ҳам ҳамон коре ки мекунанд бо маҷаллаи Бухоро ва алон маҷаллаи дигаре ҳам ҳамсарашон чӣ карданд, таъсис доданд, Самарқанд. ин ҳарчанд ки номи Бухоро ва маҷаллаи дуввум номи Самарқандро дорад, ин маҷаллаҳо барои муаррифии Тоҷикистони имрӯзаи мо хеле муфид аст. Масалан ҳам дар Бухоро, ҳам дар Самарқанд як гӯшае ҳаст, гӯшаи китобҳои ҷадиди ё тозанашри Тоҷикистон ки як равзанае ба муҳити илмиву адабии имрӯзаи Тоҷикистон маҳсуб мешавад. ба ҷуз инҳо боз донишмандони хеле зиёд дар ҳама манотиқи ҷумҳурии исломии Эрон ҳастанд ки мухлис ва ошиқи Тоҷикистон ҳастанд. аз унҳо ҳам мо бояд талош кунем ки тақдир кунем баъзе аз осоре ки унҳо дар бораи Тоҷикистон иншо кардаанд, унҳоро бояд ба забони тоҷикӣ баргардон кунем. ва ба ҷуз ин масалан ман пешниҳодам ин аст ки дар бораи устод Айнӣ корҳои хеле хубе карданд. ба ҷуз он ки тамоми осори Айнӣ баргардон шудааст дар ҷумҳурии исломии Эрон ва як навиди ҳам мехоҳам инҷо чӣ кунам, ба забон орам, ҳамон иншоаллоҳ дар пас аз Наврӯз дар рӯзи таваллуди устод Айнӣ 5 ҷилдаи ёддоштҳои устод Айнӣ ба нашр хоҳад расид. шумо огоҳ ҳастед ки ёддоштҳои Айнӣ дар 4 ҷилд тахминан 50 сол пеш аз ҷониби Саиди Сирҷонӣ, яке аз донишмандони бисёр маъруфи Эрон, ба нашр расида буд ва алон Мустафо Бобохонӣ ки тарбиятдидаи муҳити илмии Тоҷикистон ҳам ҳаст, кори докториашро дар ин ҷо дифоъ кардааст ва бисёр корҳои Айниро ба нашр расонид. Алон ёддоштҳои Айниро дар 5 ҷилд ба нашр омода кардааст ва иншоаллоҳ ҳамин сол
به نشر میرسد. یعنی کارهای زیادی شده است، اما بجز نشر آثار عینی همچنین درباره علم و ادب، درباره زبان، درباره فرهنگ معاصر تاجیکستان، هم تاجیکستان شوروی و هم تاجیکستان صاحب استقلال، نوشته های دانشمندان معروف ایران زیاد است و جای اون است که اونها به زبان تاجیکی برگردان شود. زندیات شکرزاده کارهای را به انجام رسیده اند، رسانیده بودند، بنابراین اون کار باید ادامه پیدا کند. بله استاد عزیز، چه خوب است که درباره واکنش و همزمان استقبال گرم عالمان و پژوهشگران و ژورنالیستان حتی شما اشاره کردید که در مطبوعاتی هم دوری و هم در تلویزیون، شبکه‌های تلویزیونی یعنی آینه نیلگون هم سخت توجه دارند و مخصوص برای معرفی تاجیکستان نوارهای علاوه، گزارش‌های علاوه پخش میکنند. و اما من میخواستم بپرسم که مخصوصا یک 2 سال اخیر یک موج بسیار خوب و شایسته جوانان ایران را در شبکه اجتماعی مشاهده میکنیم که اونها بلاگران جوان، یعنی جوانترین نماینده های قشر ایران برای معرفی تاجیکستان، ترانه های تاجیکستان، گوشه ها، یادگاری های تاریخی، شهرهای بهترین آن، حتی بعضی ها آمدند تا زیارتگاهی، حتی بعضی ها نه تنها از توسط اینترنت، بعضیشون آمدند و از مرقد استاد رودکی دیدن کردند و از مرقد استاد عینی دیدن کردند و نوارها تهیه کردند. من میخواستم شما بگویید که همین یک نوع توجه بسیار دلگرم کننده جوانان ایران خودجوش است یا این زمینه را اینترنت گذاشته است؟ ببینید هر دو عامل هم اینجا تاثیرگذار است. هم امروز ما از اینترنت استفاده خوب کرده می توانیم برای آشنا شدن با کشورهای دیگر و معرفی کردن خودمان هم برای شناختن و شناسانیدن. اینترنت هم چی است و عامل دیگرش این که تاجیکستان ما در دوران صاحب استقلالی خیلی پیش رفت. هم محیط فرهنگی ما، هم محیط سیاسی ما، هم محیط اجتماعی ما، معماری ما، بنیادکاری هایی که در ما داریم، این چیز توجهی نه تنها مردمان ایرانی بلکه کشورهای دیگر رو نیز به خود جلب می کند. خب در مورد ایران این چیز فهما است. ما هم زبان هستیم، هم فرهنگ هستیم، هویت ما به هم نزدیک است، بنابراین اونها حتما توجه میکنند. این هم خودجوش است و هم زمینه های تاریخی، زبانی و فرهنگی دارد و این باعث می شود به گردشگری. بعد مردم ایران یک فضیلت بسیار خوب دارد، مردم گردشگر، مردم سیاح است. همه ساله 10-12 میلیون نفر ایرانی به کشورهای دیگر برای سیاحی می روند. بنابراین قبلا شاید زمینه ها برای جلب اونها به تاجیکستان آماده نبود، اما امروز شرایط و امکانات مهیا است در تاجیکستان که ما سیاحان ایرانی رو جلب کنیم، اونها جذب شوند به تاجیکستان. اون چیزهایی که در تاجیکستان با ابتکارات رئیس جمهور ما و با پرزیدنت ما صورت گرفت واقعا جالب و جاذب است. ببینید از همان جشنهای ملی ما که جشنهای ایرانی محسوب می شوند، جشنهای ایرانی ها نیز محسوب می شوند، نوروز یا مثلا مهرگان، سده و حتی تیرگان. ما در 4 فصل سال 4 جشن داریم: زمستان سده، بهار نوروز، تابستان تیرگان و تیرما یا پاییز میگویند دوستان ایرانی ما مهرگان را داریم. این با قدر شکوه و شهامتی که در تاجیکستان تجلیل میگردد در یگان کشور دیگری پارسی زبان امروز تجلیل نمیگردد و امروز ما میتوانیم تاجیکستان را به یک مکه رسم و آیین‌های فرهنگی قدیمی ما تبدیل دهیم.
اگر وضعیت در افغانستان هم بهتر شود از اون کشور هم میتوانند بیایند و این به نفع فرهنگ و تمدن آریا تباران است. این تنها با تاجیکستان محدود نمیگردد، به نفع عالم فارسی زبان است، به نفع فرهنگ مشترک ما است. استاد ارجمند، سوال دیگری داشتم در پایانی صحبت که میگفتید که چند عنصر فرهنگی مادی و غیر مادی که در ایران ملموس و غیر ملموس میگویند در یک جایگی با ایران، تاجیکستان و بعضی از کشورهای آسیای مرکزی با روی خط میراث فرهنگی یونسکو داخل شده است که اون جشنها در سطح جهان برای ما از رسمی یکسان است. قبل از همه من میخواهم از امکانات و ظرفیت های دو کشور برای پیشنهادی رسم و آیین ها یا همون میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس به فهرست جهانی یونسکو گویم ظرفیت خیلی زیاد است. ظرفیت خیلی زیاد است. ضرور است که هر دو کشور تلاش بیشتر کند. تا امروز ایران و تاجیکستان 6 نامینه مشترک دارند که در یونسکو ثبت شده است. این همون نوروز است که با ابتکار پیشوای ملت ما این کار صورت گرفت. در سطح جهانی بین المللی شدن، جهانی شدن این نوروز، این همون مهرگان است که هر دو کشور اخیراً چی کردن. این جشن صده است که اونم نامینه مشترک ایران و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر هم به ما پیوستند. همچنین ما ابریشم، فرهنگ ابریشم سازی و اینها رو مشترکاً با ایران و با افغانستان و کشورهای دیگر ما ثبت کرده ایم. زرحلکاری یا صنعت تذهیب، این هم ما با ایران با کشورهای دیگر یا مثلا بعضی از فرهنگ‌های و بعضی از نامینه‌های دیگر، مثلا حتی آشی پلاو که ما داریم اما ایرانی‌ها ندارند، با کشورهای دیگر ما مثلا اون چی میکنیم. من اینا به چی خاطر گفته ایستادم؟ ظرفیت‌ها خیلی زیاد هستند و خوشبختانه در همین سفر اخیری که پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان به تاجیکستان انجام دادند، توافق شد که یک کمیته مشترک آید به میراث فرهنگی میان تاجیکستان و ایران تأسیس یابد و ما یک نقشه پیشنهاد نامینه های مشترک را نه برای 1 سال و 2 سال همچنان که الان صورت میگیرد، بلکه با یک فاصله بلندتر، مدتی درازتر ما داشته باشیم که مثلا بعد 10 سال ما کدام نامینه ها را پیشنهاد هر یک نامینه به فهرست جهانی میراث ملموس و ناملموس، این یک روند طولانی است. باید به تمام طلباتی که یونسکو پیشنهاد میکند، اون نامینه هایی که ما پیشنهاد میکنیم موافقت باید داشته باشد و هر دو جانب این کار را باید بکنند. ایران مثلا تا کنون 22 نامینش در فهرست یونسکو ثبت شده است. ما تخمینا اگر من خطا نکنم، متخصصان ما میتوانند مرا اصلاح کنند، در حدود 11 یا 12 نامینه ما ثبت شده است. ولی بار دیگر تاکید میکنم که ما امکانات و ظرفیت های خیلی زیاد داریم که این رقم به 30، 40 یا 50 نامینه برسد. استاد، در بین صحبتتان بسیار به یک نقطه خیلی خوب و نازک اشاره کردید و گفتید که اونها که از روی محبت سفرنامه می نویسند، از روی محبت این آن کتاب را مثلا آثار ما را برگردان میکنند یا خود از روی محبت نواره تهیه میکنند و خوب هم گفتید که قدر بشود. درست؟ از سوال من این است که در رابطه با قویتر گردیدن پیوندهای ما با ایران، از ما اهل قلم، ژورنالیستان، اهل فرهنگ چی تقاضا می شود در این زمینه؟ واسطه اخباری عامه و اینترنت و مطبوعات چاپ چی کار کرده میتواند؟
خب امکانات اهل قلم خیلی زیاد است. اونها میتونن حتی کشورها رو به هم دوست گردانن یا کشورها رو به هم دشمن هم کنن. بنابراین مسئولیت این کار مسئولیت هم دارن. ما بهترین چیزهای همدیگر رو باید دیده توانیم و قدر کرده توانیم. بهترین چیزهای فرهنگی که اونها دارند ما درباره اون نویسیم، معرفی کنیم و اون چیزهایی که در ما هست و شایسته تقدیر هم هست اونها ببینند، اونها از این چیز هموطنان خودشون را آگاه کنند. برای این باید پیش از همه وطن دوست، فرهنگ دوست بودنمان لازم است. فرهنگ خود ما را اگر دوست داریم ما اون در بهترین صورت، در بهترین وجه اون نه تنها در تاجیکستان ما، نه تنها در ایران بلکه در کل جهان ما میتوانیم اون معرفی کنیم. بنابراین در مسئولیت اهل قلم، اهل سخن یا روزنامه‌نگاران در شناختن و شناسانیدن هم کشور خودشان و هم کشور ایران خیلی مهم است. زمینه ها هستند، همون مشترکات فرهنگی ما اون یک بستر است. در زمینه این بستر ما همه کارها رو میتوانیم انجام دهیم. هر یک کتابی مهمی که مثلا در ایران به چاپ میرسد، برای چی مثلا ما اون در اینجا معرفی نکنیم؟ بله، در کوتاه‌ترین فرصت. یا مثلا بهترین کتاب‌هایی که در تاجیکستان به نشر میرسد، برای چی دوستان ایرانی ما آگاه نباشد؟ این کار رو با اونها باید بکنند، اونها باید معرفی کنند. من با اظهار قناعتمندی میخوام تاکید کنم که این کار صورت میگیرد، این کار ادامه دارد، ولی باید تقویت باشد، تقویت پیدا کند. رفت و آمد روزنامه‌نگارا خیلی مهم است در سوق دادن همکاری های ما به سمت سازندگی، به سمت مثبت. بنابراین من امیدوار هستم که پس از اون سفرهایی که برگزار گردیدن، خاصتا بعد از این سفر اخیر پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران که واقعا یک مرحله نو در همکاری های دو جانب آغاز می گردد، نقش اهل قلم، اهل سخن، نقش روزنامه‌نگاران در تقویت همکاری های فرهنگی دو کشور بیشتر و بیشتر خواهد بود. دوستان ارجمند، از سخنهای بسیار پر محتوای استاد دریافتیم که واقعا هم برای اون جذبه‌ای که ما بین تاجیکان و ایرانیان داریم و اونها زبان ما را شیرین ترین زبان میدونند و ما هم برعکس شیفته طرز گفتاری اونها هستیم و در برابر این شاعرانی ما مشترکند، آثار فرهنگی ما و بیشتر یادگاری های تاریخی ما، خودی تاریخ ما اصلا که مشترک است. همین گونه دریافتیم که همه زمینه ها مهیا هستند و تنها از ما تلاش بیشتر تقاضا می شود و استاد ارجمند رو برای آن که وقت جدا کردند و به روزنامه ما تشریف آوردند بار دیگر سپاس میگوییم.